من تا یه مدت خیلی خوبی میگفتم خانم روانی همین که بعد نمیدونستم که مثلا آقای دستپاک آقای دستپاک. من دارم دوگیم نباش میبینم و قرار پاشم خونه رو مرتب کنم، ولی با شما این قسمت جای مرتب. خب خوش اومدید به قسمت آشپزخونه که خیلی هم شلوغ و شلخته است. ایراد نداره، با هم درستش میکنم. خود لباسشویی هم جاش تو آشپزخونه نیست و فلان، نه من که جا ندارم که لباسشویی جای دیگه بذاریم. تو به من که این چرا اینجاست؟ لباسشویی نه، لباسشویی نزدیکشه، از اینجا در میاره اینجا پهن میکنه. دومی مورد، آفتاب و هوایی که از دم این پنجره میاد راحت اینو خوش میکنه، ولی خب ما پنجره خونمون زیاد داره خب، ولی این پنجره رو که باز میکنی باد بیشتر میاد، انگاری که اینجا باد بیاش بیشتره. نمیدونم چجوری باید بگم باد زیاد از اینجا. باد زیاد از اینجا میاد دیگه، واسه همین لباس اینجاست. اول لباسا رو جمع کنی، خب ظرفشویی ظرفا رو شسته تمیزه، اونا رو خالی کنی، ظرفای کسی رو بچینیم تو ماشین ظرفشویی. بعدش هم مبل جدیدمو بهتون نشون بدم از اونجایی که نوعه و خب جلوی تلویزیون هستش، یعنی اصلا الو گرفتیم که جلوی تلویزیون فیلم ببینیم و خیلی ازش استفاده قراره بشه توی طی این سالها. از همون روز اولی که اومد روشو پتو و لحاف کشیدم، یعنی یه کار دیگه هم به کارمون اضافه شد. بعد روی مبلا رو برداریم و تا کنیم و بذاریم توی اتاق. دوباره سینا که اومد خونه بهترین تصویر یک زندگی اینه که وقتی کار میکنی وسط کار، همون موقع که کار رو شروع کردی غذا برسه، تو متاسفانه مجبوری بشینی غذا رو بخوری، نمیتونی کار کنی. غذامو بخورم بریم ادامه ویدیو. غذامون رو خوردیم، یه ذرم دراز کشیدم، در حد نیم ساعت 40 دقیقه یوتیوب دیدیم و داشت خواب منو فرا میگرفت که گفتم نه تو کار داری، باید ویدیو بگیری فلان کنی و اینا، ولی نخوابیدم و الان در خدمت شما. ظرفشویی که چیدم داره میشوره، ظرفای توی ظرفشویی هم شستم، در واقع درسته که ماشین ظرفشویی روشن کردم، ظرفای تو ظرفشویی هم شستم و من همزمان چون تایم لپس دیگه صدا نمیفته یوتیوب داشتم با تلویزیون می‌دیدم، این کنترل از همونجا اومده. آقا اومدم بهتون یه چی معرفی کنم. بوم شاید خیلیاتون بدونید این رافونه‌ای که واسه سینک ظرفشویی واسه شیرالات هم هست فوق‌العاده است. ببین من سینکم طوری بودش که با هر سری لک می‌بست، به خاطر خب نوع آبمونه دیگه، املاح و اینا زیاد داره، رسوب خیلی زیادی هم میبنده. بعد کافیه مثلا خشکش نکنی، همون لحظه
قطره آب که خوش بشه رسوبو میبنده. بعد هر بار ظرف شستن میزنم، تمیز میکنم در کل، حتی واسه 1 دقیقه هم آب باز شه، بعدش سریع سینکو با دستمال پاک میکنم چون خیلی لک میمونه. و بچه تو ویدیو میبینید اینجا هم این لک ها مونده، با هیچ چیزی هم نمیره. اگه شما ترفندی چیزی دارید بهم بگید من اون لک ها رو پاک کنم. این میبینید من همیشه که کارم تموم میشه با ظرفشویی دورش رو کامل خوش میکنم. بعد که دورش رو خوش کردم یه داخل سینکم با همون دستمال خوش میکنم که داخل سینک باید خشک بشه، وگرنه من آب چکون ندارم بالا. اینجا کابینته. خب ظرفامو که میشورم میذارم اینجا. من این دستمالایی که اینجوری با ظرفشویی خوش میکنم و هفته یه بار مثلا 4-5 روز یه بار کل دستمالامو همه رو با هم میریزم لباسشویی میشورم. ببخشید من بازم حافظم پر شد، رفتم چند تا عکس و فیلم گردم. داشتم میگفتم این چون دیگه خلاص اینجا سوراخ داره تا آبش کشیده بشه و اینا، من وقتی برم از کنار سینک اونور این سینکو خیس میکنه. واسه همین دستمال که باش سینکو خوش کردم میذارم اینجوری جلوی این محل خروج آبش که این آبو بگیره دیگه سینک دوباره خیس نشه. اگه خواستید عکس بگیرید. خلاصه دیگه آشپزخونه کاری ندارم. بریم. سینا تو اتاق خوابید، منم در رو بستم که صدا نره. اینجا رو میخوام مرتب کنم. اینجا زیاد کار نداره، فقط خواستم بهتون نشون بدم که این اومد اینجا رو پر کرد و خیلی خوب شد. با اینکه خونه کلی کار داره. حالا بذار خونه رو مرتب کنم. قشنگ میریم یه گوشه میشینیم، یه نوشیدنی، چای، قهوه، چیزی برای خودم میریزم، براتون در مورد وسایل خونه حرف میزنم که چقدر خونه ما زمان بردش که الان به این مرحله برسه. تو اون ویدیو اولیه که گذاشته باشم دیده باشید خونه خیلی خالی تر از این حرفاست. خب در مورد خرید اینا باهاتون صحبت میکنم. خلاصی که بریم اینجا رو مرتب کنیم، ولی با تایم لپس. کاش واقعا همونقدر سریع همه کارهای خونه تموم میشه. اینم از مبل جدیدمون. چطوره؟ من که واقعا دوستش دارم. هم از انتخاب رنگش راضیم به خاطر اینکه تیره است و حالاها کثیف و خراب نمیشه. دو اینکه سایزش نسبت به این الپازلیایی که جدیدن خیلی مد شده، از اینایی که تیکه تیکه است، خیلی بهتره. اونا هم خوبه ها، ولی اون خیلی بزرگتر از این میشد و خیلی از من فضا میگرفت. همین الانش هم این خیلی فضا گرفت. 4 نفره است ولی کپله. خب و مثل مبلای قبلیمون میمونه. مبلایی که سری اول گرفتیم هم همجوری توپلو هن. حالا اونا رو دوباره بهتون نشون میدم اگه ندیدید. کلا چون اینجا قرار سفید بشه، انتخاب مبل سفید داشتم ولی به هیچ عنوان سفید انتخاب نکردم، چون من واقعا حساسم. اگه یه کوچولو لک بشه دیگه اون مبل بدم میاد متاسفانه. شما اگه دوست دارید مشکی بگیرید، این پارچه هایی که میبینی معلوم نیست چه رنگی ان خیلی خوبه، چون نگاه مثلا هم توسیه تیره است هم مشکیه. خب بعد رده است. تدی هم نگیرید. اگه تدی هم میگیرید تدی پر بگیرید، تدی ضخیم بگیرید که نخوابه. خب من الان تختم تدی نرمه، لبه های تخت که جای نشستن داره اینجوری خوابیده. خب حالا شاید هم جنس پارچه‌اش خوب نبوده، نمیدونم.
همه جا تمیز و خوشگله ولی خونه جارو میخواد. من دیگه جارو رو خودم میزنم، وقتی شمارم نمیگیرم و برمیگردم پیشتون با هم حرف بزنیم. خب من برگشتم، رفتم خونه رو جارو کردم کلشو به جز اتاقا دیگه، چون هم سینا خواب بود همین که دیگه من تا یه حدی توان دارم. بریم اونور با هم حرف بزنیم. قبل اینکه بریم حرف بزنیم گفتم این مبلا رو بهتون نشون بدم. گفتم مبلا میبینی این شکلیان، توپلی واسه همین با این ست شده. آقا همونجوری که گفتم میخوام در مورد وسایل خونه باهاتون حرف بزنم. به خاطر این مبل جدیده که اومده دیگه گفتم بذار در مورد همین باشه موضوعمون. اول از همه اگه من نمیشناسید، من تازه عقد کردم 10/403. ممنون، مرسی از تبریکاتون. تو ویدیوهای قبلی، یعنی قبل اینکه اینو آپلود کنم، واسه تو یه ویدیو آپلود کردم در مورد این مراسمی که گرفتیم. مراسمی که نبود، یه عقد محضری بود و بعدش هم رفتیم اینجا غذا خوردیم. همین اینو می‌خواستم بهتون بگم که من تازه عقد کردم، ولی خب از پارسال من و سینا با هم اینجا داریم زندگی میکنیم و دونه دونه وسیله هامون رو گرفتیم. خونه هیچی نداشت، هیچی. تنها چیزی که این خونه داشت در ورودی بود، در اتاق خوابا و سرویسا و یه دونه سنگ توالت ایرانی. اصلا خودمون گفتیم که چیزی نزنن که به انتخاب خودمون باشه. حالا اگه یه روز دوست داشتید واسهتون یه هوم تور میگیرم، نشون میدم همه جا رو. خلاصه این یه پیش زمینه. ما از وقتی که اومدیم کلا دونه دونه چیزامون رو خریدیم دیگه. ما خیلی طول کشید کارامون رو انجام بدیم، به خاطر اینکه کابینتو خودمون زدیم، کلوزتو خودمون به قولی کمد زدیم، همون دستشویی خودمون کامل کردیم، داکت اسپلیت اینجا نداشت، خودمون داکت اسپلیت زدیم. میدونی این کارای پیش زمینه خونه رو انجام دادیم که اینا خودش یه بخش عظیمه، انگار تو داری دوباره یه عالم وسیله خونه میگیری. این خرید لوازم خونه همه چی مهمتره، چون تو قراره یک عمر با اینا زندگی کنی. حالا به طور مثال بعضیا بعد 2 سال مبلشون رو عوض میکنن، بعضیا بعد 5 سال مبلشون رو عوض میکنن، بعضیا هر 1 سال یه مبل جدید میگیرن. حالا من کاری ندارم، حافظم پر شد دوباره، هی میرم خالی میکنم میام. خلاص شما قراره تا زمانی که وسایلاتون سالمن ازشون استفاده کنید. ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 5 سال باشه، ممکنه 15 سال باشه. پس خیلی خرید کردن مهمه. ما برای ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشوییمون مستقیما رفتیم، مثلا جایی رو نگشتیم، رفتیم میدون توحید، میدون بلا، نمیدونم میدون شهدا رو میری به سمت میدون شهدای کرج رو میری به سمت امامزاده حسن و اینا، اون میدونه نمیدونم اسمشه. اونجا کلا یه بخش بورس لوازم خونه است دیگه. یه مغازه هست، مغازه بوش اسمش، کلا برند بوش رو زده بزرگ، چند پله میخوری میری بالا. اونجا ما ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشوییمون رو گرفتیم. برای یخچال خیلی شک داشتیم بین 2 تا برند مابه آمریکایی و برند LG. برند LG خیلی تنوع داره، یعنی اصلا شما برید ببینید خودتون اصلا میمونید، چون مثلا 2 تا یخچال شبیه به هم داره که مثلا یکیش یخساز داره یکیش نداره، 2 تا یخچال داره که یخساز داره، این یه شکل دیگه است اون یه شکل دیگه است، مثلا خیلی تنوع داره. خب این جدید داشت. ما بین یکی از اونا که اصلا یادم هم نمیاد اسمش چی بود که LG بود ولی اسم سریش یادم نمیاد و این مابه مونده بودیم. مابه رو همینجا که لباسشویی ظرفشویی گرفتیم قیمت کردیم و رفتیم کجا؟ تهران، منبع لوازم خونگی. چرا یادم رفت اسمشو؟ خیابون چیه؟ خاک به سرم. اینجا براتون میذارم، مگه میشادم یادش بره؟ نمیدونم، اینجا اسمشو براتون میذارم، واقعا معذرت میخوام یادم رفته، سینام خوابه نمیتونم بپرسم. رفتیم اونجا، ما موقع تلویزیون هم نگرفته بودیم، هم تلویزیون قیمت کردیم هم کل یخچالای اون منطقه رو دیدیم. اینو بگم بین حرفامون، یه یخچال اونجا ما دیدیم. بچه من کلا دیگه دارم از دست میرم چون مغزم دیگه هیچی نمیمونه توش، اسم اون برندم اینجا مینویسم. یه یخچال داشت، یخچالش که بالا بود 2 تا در داشت، فریزرش هم که پایین بود یه کشو میومد، یه کشو دیگه هم توش داشت. کاری با آپشناش ندارم که چه چیزایی توش داشت. روی در هست آب میده به ما و یخ میده. قهوه ساز داشت،
علاوه بر قهوه سازش یه دونه همجوری زده بود بیرون که شیر رو باهاش فرم میدن. ببین من مرده بودم واسه اون، یعنی اگه پولش رو داشتم میخریدم، یعنی اگه مثلا 2 برابر اون پول رو به عنوان خرید خونه داشتم میدادم، نصفش اونو میخریدم، با بقیه‌اش هم چیزای دیگه خونه رو میخریدم. ولی پارسال همین موقع ها 620 میلیون بود اون یخچال. خلاصه ما رفتیم اونجا رو کامل قیمت کردیم، اینجا رو کامل قیمت کردیم. قیمت ها شاید مثلا 2 تومن یا 3 تومن تفاوت قیمت داشت، کمتر بود، ولی بعضیاشون گارانتی نداشتن. خلاصه ما مابه گرفتیم به خاطر اینکه خیلی همه تعریفشو میکرد. از هر فروشنده‌ای که میپرسیدی مثلا مابه یا LG میگفت اگه میخواید یخچال براتون بمونه و عمر خیلی طولانی داشته باشه مابه رو بردارید، ولی اگه اوکیید که مثلا حالا شاید 15 سال 20 سال دیگه خراب بشه ولی خوشگل بشه LG رو بردارید. مابه خوشگل نیست ولی خب یه یخچالیه که قرار خیلی عمر بکنه. خلاصه اینو طولانی نکنم، ما مابه رو خریدیم و الان اینجا در خدمتتونه. و اما مبل قشنگم که هیچ ایده‌ای نداشتم وقتی اون مبل رو می‌خریدیم قراره یه مبل دیگه هم بگیریم، به خاطر اینکه اون مبل خودش گنده است. خب وقتی هم که خریدیمش آوردیمش اینجا، اول این جلوی تلویزیون بود و اون پشت خالی بود و من همیشه تو ذهنم بودش که اون پشت مثلا یه میز غذاخوری میذارم، یه میز غذاخوری مثلا 10 نفره که اون پشت رو بگیره و همین. 2 صندلی‌های چوبی که اونجا داریم برای توی خونه نیست، واسه بالکنه، ولی چون ما بالکنمون رو هنوز شیشه نزدیم هم بارون هم آفتاب داشت رنگش رو خراب میکرد، آوردمش تو که حالا تا بالکنمون رو شیشه کنیم ببرمشون بیرون. در نتیجه وقتی مهمون میومد خونه ما صندلی کم میومد متاسفانه. هر وقتم که مهمون میاد دوستامن که مثلا 4-5 نفر میشیم که اونم میشینیم دور میز یا میشینیم روی زمین یا میشینیم روی میز چوبیه و خودم گفتم که میز غذاخوری رو فعلا کنسل کنم، یعنی حتی دیگه تو ذهنم هم نیستش که بخرم چون استفاده ندارم فکر میکنم به نظر خودم. و دنبال یه مبل ال بودم که بذارم این جلوی تلویزیون. اولین مبلی که دیدم این مبل بود. من این مبل رو توی ایوان دیدم که کیلومتر 10 نمیدونم کیلومتر چند جاده مخصوص. اولین مبلی که رفتم دنبال مبل ال که بگردم واسه این جلو این بود که دیدم، ولی یه رنگ دیگه‌اش بود اونجا و رفت تو دل من چون شبیه اون مبل است. بعدش گفتم نه این سری عجله نمی‌کنم، بذار بریم جای دیگرم بگردیم. با سینا رفتیم 45 متری کاج کرج، از یه جایش تا مثلا بغلای پل آزادگان مبل فروشی و تخت فروشی و ایناست. اونجا رو گشتیم ولی من هیچ کدومش به دلم ننشست متاسفانه. گرونتر از این بود، ارزونتر از این بود، ولی احساس کردم جنسی که این توش به کار رفته خیلی بهتره. نمیدونم چرا، من ندیدم توشونو ولی احساس کنم این از اونها بهتره. خلاصه اولین بار بود که دیده بودمش، این بهش دلم نشست و دیگه اصلا نخواستم که تهرانم جایی رو بگردم. تمام شد، به دلم نشست خریدیمش. این رنگشو من مشکی انتخاب کردم که گفتم این جلو ست بشه و همون چی اینجا سفید مشکی باشه، اون برام قراره که کرم و قهوه‌ای بشه، میز قهوه‌ای یعنی میز چوبی، عسلیای چوبی و خلاصه اونجوری. آقا جان همین پیج اینستاگرام هم براتون اینجا میذارم، تازه داره رشد میکنه و به جاهای خوبی میرسه، ممنون میشم فالو میکنید. یادتون نره مثل همیشه مراقب خودتون و احساسات زیباتون باشید.